زولایخا محمدشایوا بانوی خوشصدا عزیزی دلی دیده ما مهمانی رادیو آسیا پلیوس استقبال می‌کنیم. دلی دیده زولایخا جان باری دیگر خوش آمدید. از دیدارتون بسیار شاد هستم. خوش باشید. سلام خود را با تمام شنونده‌های رادیو آسیا پلیوس میرسانم و مخصوصا با مخلصان عزیزم. از دیدارتون بسیار خوشحال هستیم. زندگیتون همیشه آباد باشد. دوستتون می‌داریم. اما همین مهر و محبت ها هست که پیوسته سراغتون میکنیم. آمدید تکلیف ما رو پذیرفتید. در این روزی پر از مهر و محبت خیلی و خیلی بالیده گشتیم. زولایخای عزیز دلی دیده هر گونه تحفه ها به شما تقدیم می‌گردد، لیکن این سال برای شما تحفه بهترین چی بود؟ تحفه بهترین برای ما یک چند روز پیش فرزندم تحفه کردن که اول اینکه پیش از همه از کجای فهمیدن که عید مادر است. برای من تحفه های خوردک آوردن، لیکن من الکی حس کردم که من در پشتم مردای بوایه رسانده ایستادم که مردای واقعی هستند که پیش از همه مادرشون تبریک میکنن. همون تنگه های یوزورسیف. تنگه های یوزورسیف برای شما بهترین تحفه بود. بله. و مخانت یک رویمالچه عجایب برای شما تحفه کردن. بله. ببینید کودکان اینقدر خردسال هستند، لیکن با خردسالیشون نگاه نکرده چقدر مهر و محبتی بلند نسبت مادر دارند. بله. یعنی که درست همون امید و باوری که امروز در دلتان دارید همون رو عملی کرده میتوانند در آینده. خاراکترهایشون چگونه است؟ خصلت‌هایشون چگونه است؟ مخانت چگونه تر است؟ یوزورسیف چگونه تر است؟ اصلا دو انسانی علاهیده یگان خصلتاشون مانند نیست. مثلا مخانت مثال کدامش شما برین؟ ما برین یوزورسیف. شوخک ها؟ شوخ. خب شما گفتید که من یک خواب دیدم. یک خوب عجیب حالو برایتون نقل کرده میدهم گفته بودید. تا حال ماها گذشته است، مخلصان بسیار میخوان که همون خوب شما رو بدونن که چگونه بود. نه تنها مخلصان بلکه تمام نزدیکای من میخوان که بدونن که من چی خوب دیدم. خیلی با یک دو نفر شاید گفته باشم از نزدیکانم، ولی حالا وقتش نیست. با چی نزدیکتر؟ مثال یگان فرشته اومد به شما یگان سپارش داد، چی گفت؟ یا مثال دیگر سرود نخوان گفت، چی گفت؟ نه نگفت که سرود نخوان، این مخفی است. من بسیار یگان تحفه داد به دستتان. یگان چی داد؟ یک خوب دیدم که برای من شاید در روز اول چی میگن دهشتناک بود. ترسیدم ولی بعد آهسته آهسته فهمیدم که این خوب رو نه هر کس میبیند. من فکر میکنم که بعد از این خوب دیدن تماما دیدی من در این زندگی دیگر شد. باید تغییر یابید؟ بله. از حال حاضره؟ بله. شما پس یگان به فکر من همه خیلی تخمین کرده ایستادم که یگان بزرگی رو خوب دیدگی هستید که برای شما یگان چیزی گفته است. از این دیگر بزرگتر نیست. بله، برای همین هم گریه کردید بعد همون وقت؟ چرا شما خیلی فکر؟ نه گریه نکنید. امروز روزی خرسنده است، شادی است. زولایخا جان خرسنده؟ خیلی سوالای خرسندی دستکیار به دستم. ما میرویم با قصدش. خب نه زولایخا جان، من نمیخوام که در چشمان شما اشک باشد. هیچگاه. شما میدونید همه خیلی زن هستید که زوز جان، همه زن هستید که مرد شدید، از اول زندگی عذاب ها کشیدید، سختی ها دیدید. اینقدر خداوند شما رو دوست می‌دارد، اینقدر عزیز مانده اینه که خداوند هستید. برای چقدر نفران کمکتان رسید. فرزندان نیک، شیرین، فرشته بارین، جگرگوشگان دارید، بهترین هستید. زولایخا رو امروز همچون تاجر نیست شناخته ایستادند. صنعتکاری یا تاجری کدامش دشوارتر برای شما شده ایستاده است این حال؟ راستی گپ در اول همه کار دشوار است. سر کردن و شروع کردن تا اون کار به خودت عادت میکنی که خیلی وقت در کاره. یگان کاری آسان در دنیا نیست. ولی من هر دی کسبایی که هست
خودم انتخاب کردم. یعنی کس مرا مجبور نکرده است. چیزی که چی کاری که میکنم صدقاً میکنم، دوست میدارم این کارو. مثال بیشتر در بوتیکی که شما گشوده اید و خدمت رسانی برای زنها است، مال و محصولات ها با صفت از ترکیه دسترس میگردد به میزوجان. بله، از کشورهای دوردست هستند. به شما کی دسترس میکند یا ما خودتون رفته میآیید اونجا؟ خودم. واه، بیشتر مردم با کاروان و با شترها قطار میرفتند. امروز زلیخا در یک لحظه پرواز میکنید و میروید. بله. بهترین. در این جاده شما رو کی دستگیری کرد یا خودتون تشبوس خودتون بود؟ خیلی به دستگیری هم نمیشه و دستگیری بود، ولی بیشتر خودم حرکت کردم که به همین راه خوبی یابم و بیزنس لیدی شوم. واو، بیزنس لیدی چقدر زیبا، چقدر خوش است. زلیخا، من باوری دارم که البته در جاده‌ای که هم در جاده صنعتی که انتخاب کردید موفق گردیدید و باوری دارم که در تجارت نیست البته موفق میگردید. میدونید در یادتون باشد من قبلا با شما طریق تلفنی در یک رادیوی ولایت سوخت صحبت کرده بودم. در آنجا گفته بودید که ممکن زمانی رسد که من صنعت را به خاطر فرزندانم ترک کنم. حالا هم همین گونه نیت ها در سر شما دور میزند بازم که روزی میرسد که من باید ترک کنم. همین خیل مخلصانتون رو همین خیل روزها انتظار است مگر؟ خیلی من فکر میکنم با مرور زمان همش معین میشه و حاضری چی گفتن نمیتونم انیق دقیق، ولی خیلی شاید من کس ما دوست میدارم. اصلا نگوید باید. من کس ما دوست میدارم. فکر نمیکنم که یگان روز دور میشم. نه که با گفته نمیشه و خیلی با بعضی سبب ها شاید دور شوم. از دلم میقپد. جای شما اگر خالی، من احساس کرده استم اگر جای شما خالی باشد نه باید خیلی نشود. با یگان جوان دختره که دیگه با یگان با استعداد میبروید از لایف های دیگر میشه. با بانو منیژه دولتова شناسایی پیدا کردن و شاگرد آن کس شدنتان تا چه اندازه برای شما موفقیت آورد؟ فکر میکنم که هنوزم برای من نام اون کس در بری من همچون یک موفقیت است. یاردم میکند، کمک میکند. افتخار میکنم که یگان وقت میگن که شاگردی منیژه دولت هستی. ما میدونید وقتی که شما استوریا کردید همون لحظه که در وقت کرونا ویروس یک کنسرت دادید و با خانم منیژه با رپتیسیون میرفتید و ثبت میکردید به استودیو ثبت آواز، دیده در حیرت افتادم. وا منیژه شما رو جنگ میکردن. جنگایشون رو چه قبول میکردید؟ سخت نمیرسد جنگای اون کس، چون میدونم بر فایده خودم میگه. یگان مادروار یگان گپ میگه که نتونستی که قهرم کنه زورتر بخونم با هم خیلی. در حقیقت در همونجا نمیبخشم زور برامانه. انا این طور خوند. اول نمیفهمیدم، بعد از وقتی که سرود را گوش میکنم میگم در حقیقت اگر شاید مجبورم نمیکردم اینقدر سرود خوب نمیومد. در حقیقت. بله. خب مقصد اساسی شما عموما مثال انسان کار میکند، مهنت میکند، پول جمع میکند. مثال مقصد هست والاترین که حالا عملی نکردید. با کدام مقصد امروز شما مثال حرکت کرده ایستاده در زندگی؟ فکر میکنم که انسان باید همیشه با آرزوها زندگی کنه. اگر آرزوها تمام شوند زندگی معنی نمیکنه. بله، برای همین من هم وقت یگان چی میگن گفتی روسو که یگان цел میمونم و به همون میروم. همین целتون رو امروز میگوید، اقلا همین رو میگوید. مقصد اساسیتون چی است؟ خیلی برای بهتر کردن زندگی فرزندان برای آیندهشون. میخوام دانشمند شوند، میخوام یک فرزندی به ناموس این کشور شوند، یگان فایدهشون در همه جامعه برسه. برای این چیکار کردن در کار باید از همه جهت تامین کنی که فرزند خوب به ویا برسه، به سواد شود. کوشش ما همش برای این فرزندان. اوچه بودن قین نگفتید. تو چند اندازه قین بود است که اینقدر این سرود رو با درد خونده اید و بعدا در یک استوری شما خالاتو میگن که بازارکا بلوگرش نقطه میگن که انا زلیخا فهمید، من اوچه شد فهمید. تو هم اوچه شد بعد میفهمی میگن. تو چند اندازه قین بود است اوچه بودن؟
و چی رو فهمیدید از در حالتی که مثال دختری جوان بودید و حالا به ملال بمانید در هر کجای خواهید مثال زندگی میکردید و مثال بودید چی فرقیت بوده است؟ وقتی که فرزند نداری فکر میکنی که هم خیلی به دنیا اومدی و خودت کلان شدی. خیلی اوچد یگان گپ میگه بعد یگان گپ گردانی میکنی چی میکنی. وقتی که خودم مادر شدم شبای بخوابی میکشی او فرزند برای خوراندنش باید زحمت ها بکشی کار کنی. ای فرزند دور مثلا میره قرغان میره خوجند توی دیگه کشورها با کنسرت از فرزند دور خیلی قین بوده. بعد فهمیدیم که کلام کردن فرزند آسان بوده. برای همین بعد در همین مورد من تصمیم گرفتم که یک سرود برای اوچم بخونم. شعرش رو که نوشت این اصلا برای خودتان برای مادرتان بود؟ میگم اوچه بودن قینای تا اوچه نبودم نمیفهمیدم ای اوچه علم های ترم میدانم. شعرش آرزوی صیف. اوچه جانتان امروز از همین راهی که شما انتخاب کرده اید و عموما در زندگی موفق گشتید مثلا با تجارت هم مشغول هستید تا چه اندازه میبالند یا تا چه اندازه وقتی که نام زلیخا رو در دیگر جایها در کوچه ها میگیرن یا من در محفل ها که فقط اوچه‌تان هستند و اونجا شما نیستید درباره شما حرف وقتی که میزنن چگونه خودشون را احساس میکنن میگن؟ من فکر میکنم که اوچه ما بسیار سرش بلنده چون که در نبودن مرا در جایی که میرود از طرف دخترش احترامش میکنن. مادر زلیخا گفته بسیار خرسنده. عمومی برای پدر و مادرتون شما چند فرزند بودید؟ 4 فرزند. بله. چند دختر چند پسر؟ 2 دختر 2 پسر. همه عائله دار شد خانه به خانه. بله. خانه صاحبی خانواده. بله. شما کلانی؟ بله. فکر میکنم که از همان به جریان برگزاری توی‌های و معرکه‌هایی که در خاندان شما میشود معلوم است که تشکیلاتچی اساسی خود شما هستید. خیلی فرزندی کلانی هستم. بله همارا قوت دل مرد خانه. بله. دشواری نمیکند برای اینقدر یک زلیخای خورده که مایده چای نازکک؟ خیلی دشواری هم کنه دیگر چی چوره همش به عهده فرزندی کلانی مثل یک مرد در خانه. دلتون بزرگ فکر میکنم که نوترس جسارت همون گرد و فریده دیده باشید. اگر در فیلمی رستم و سهراب همون گرد و فرید من حاضر چهرتان رو دیده استادم مانند ملیکه ها زنده باشید. همیشه زیبا همیشه قشنگ و زیبی محفل ها. وقتی که در محفل ها ما رویان یا دیگر همه خیلی تماشا کرده میستند و بانو زلیخا رو دعوت میکنه میگن چه احساسات فرا میگیرن است در صحنه برآمده ایستاده در صحنه ها در کنسرت ها یا در محفل های تویانه برآمد کرده ایستاده چه خودتون احساس میکنید؟ راستی گپ هر وقت دعوت میکنن مثل که اولین بار از روی صحنه میام یک ترس همیشه هست چی میگن هیجانه و بعداً وقتی بر روی صحنه میبروی اون انرژی مردم هم میبینی قدر سرودات به قطارت میخونن خورد کلان همه خوشحالی میکنن. خیلی بعد البته که افتخار میکنی شکرگزار میشه که همه خیلی هنرمندی هستی که بین مردم احترام داری. از قصه های شما معلوم است که مثلا در یک دهات در یک محل با کمال رسیدید کودکی شما آنجا گذاشتن در فرخور؟ در ناحیه فرخور در رایون بودیم ما راستی گپ دهات نبود ما در چی میگن همین در مرکز در زمینی حولی بود؟ نه حولی نبود. بلانوشانه؟ بله بله. در آنجا عمومی قریب چند نفر زندگی میکردن؟ مادرتان نبودند اون وقت؟ مادرم بودن فقط وقتی که پرتافت رفتن صنفی چند بودید شما اون وقت؟ هیچ وقت مادرم ما رو نه در کار میکردن که دور از وطن همان رو در نظر دارم میرفتن میومدن بین 1 سال 2 سال دم خیلی. اونجا قریب چند نفر بود مثلا در همون عائله که زندگی میکردید؟ عائله ما ده بسیاری بودیم. 10 نفر بودید؟ کم کم. خب یک زلیخای مایده چه که با قول بعضی دوگانه هایتان نظر نگیرک بود با قول با گفتی بعضی کسمتولوگ ها هیچی بود. امروز چه خیلی مناسبت میکنن همه ها با شما؟
نمیدونم امروز خیلی تغییر یافتن نگاه خاراکترشون مناسبتشون تغییر یافت و من در حیات خودتون نشسته میدونید که زندگی خودتونه حیات خودتون خوبتر میدونید مثلا نشسته فکر میکنید که همه آدما مردم عجیبند من در چه حال بودم چه مناسبت میکردن و امروز چگونه راستیگه به یگان تعریف خود تعریفی رو دوست نمیدارم من پیش از سراینده بدنم از حساب همین فعل رفتارم همه با من خوب رفتار میکرد خرد و بزرگ احترام بود از اول یگان چیز عوض نشده است خیلی یک تا بعضی خولیگانچه ها میشود که در مکتب یا همصفتون دخترای میزدگی غم میدادگی همه ها رو مثلا بایدتون بیارید امروز بعضا دیده میستید من همسیمفونی من از من خیلی چی میگنم خیلی بزبالا بدن من چون که 2 سال پیش مکتب رفتگیم در 5 سالگیم از حسابی دانوگیم من تیز میخوندید کتاب رو نه من خیلی مادرم معلمه بدن همراهشون میرفتم بعد منم گریه کردم که من مانه که من بخونم اگر نه من سن سالی ویا نبودم مثلا ویا 91 بدن من 93 بدم هم سیمفوی ما از سببی که دخترای کلام بودن و یا مرا نینیگ میگفتن یا که دخترم میگفتن بچه‌ام میگفتن دوستداری میکردم برعکس من خوردکه که همون صنف من بودم مرا یگان کس غم نمیداد برای همی شاید از همون وقتش ندیدم خیلی چیزایی که با من به احترام میکنن یا که زنن یگان خیلی نبود بسیاری نفرانی که شما رو میشناسن میگن که زلیخا در مکتب هیچ هنرنمایی نمیکرد صورتخوانی او رو نمیدیده میگن هم خیلی بود این یک بارش شد میگن خیلی گویا که یک ستاره درخشید خیلی دختری شرمگین بودم خب بودم یگان هیچ کس باور نمیکرد که همین زلیخا میتونه سرود بخونه خود به خودتون نشسته جای ارزو میکردی در محلچگی تو ها میکردم ارزوی کلون تو همون وقت مثلا ارزوی کلونی من میدونی در کودکیم چی بود من پولچینکی مشروط کشم میگفتم پول میبیاد که بخیر حواسم میومد وقتی که مشروط که سوار میشدم من اون که این بچه پول میگرفت که بچه یک کنه پول درست کنه پول میگرفت که فکر ارزوم همین بود که من پولچینکی مشروط کشم میگفتم ایسا همین خیلی ارزو بود بله اکی خیلی ارزوهای کلون داشتم من خیلی ارزوهای میکردم که در همین راه شتگی باشم و یکان سمالیات میگذشت میگفتم همی ایامو سمالیات یک چمدان پول بغلطه ما بگیرم اکر نمیدونم یه ارزوهای کودکی است بله ارزوهای کودکی رو پست استادیم از کجا اگر نه سمالیات بکاره که در تا چمدانی پول روان میکنه میگفتم میگیرم و مادرم در خانه میخرم هم آدمای نیازمند یاردم میکنم که همه مرا دوست بداره از اما وقتش میخواستم که چی محبت میخواستم از مردم میخواستم که مرا توجه رو در خودتون بودنش رو دست میداشت میگفتم کمک کنم مرا دوست بدارن هم خیلی و آسته هم خیلی شد یک تا قندق یا بیدم یکون کسی که تقسیم میکنید بله خیلی من یک اولادی کسایی که نزدیکانی منن میدونن که من خیلی یک اولادی بزرگ نگاه بین میکنم همه در خیلی شکر میرسم بهترین بیت من این بعد با شما باتل کردن میخوام پس آغاز میکنیم اولین ترانه زیبا دلنشین با صدای زلیخا زنده میسرایم امروز دوستانی عزیز دل دیده گوش کنید حلوت برید و باوری دارم که این باتلی ما با زلیخا با شما پیستن رفتیم اما گفته بدم بچه پشیمان میشه برگه پکام گوش ندادی نیشم زدی و نوش ندادی برگه پکام گوش ندادی نیشم زدی و نوش ندادی اکنون که به توبه آمدی باز ما و تو دیگر نمیشویم ساز نه 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 اما گفته بدم بچه پشیمان میشه اما گفته بدم بچه پشیمان میشه آتختا پشیمانی نیست مرا پشیمانی مرا نیست بدبینی ها مرا نیست زندگی مجبورم کرد به حد به تقدیرم کرد مرا ببخش زلیخا از من نرفت زلیخا 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 ای برو گفای خانه گفتمش نه 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 مچه گفتا یک دانه گفتمش نه 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 نه
кучаи нозанин майдачаи маҷабин мара кушти бо садод биё пеши ман нишин ҳей майдагимон ёдат ҳаст мегуфтам туро зузу биё аз нав сар кунем зиндагии пурорзу зулайхо 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 як ҷура дорум дӯсташ медорам андар ҳавас шаво бедорам як ҷура дорум дӯсташ медорам андар ҳавас шаво бедорам асли ватанш тарафи балхай дуризи барш ба худо талхай асли ватанш тарафи балхай дуризи барш ба худо талхай як ҷура дорум дӯсташ медорам андар ҳавас шаво бедорам як ҷура дорум дӯсташ медорам андар ҳавас шаво бедорам ҷура ҷонат ман бошум ошиқи ту ман бошум ишқи мара бовар кун ҷони ҷонат ман бошум зулайхои ягона мара макун девона зинда бошед зулайхо дар сурудхонӣ ин қадар мисол аз аввал овози бузург доред мисол овози ин қадар маҳини додгӯя кам неёк овози як аҷоиб махсусан барои ҳамин овозатон махсусан шумо ягон машқ мекунед ягон чиз мехӯред уман парҳез мекунед уман барои овозе ки бояд зулайхо барин шавад чӣ гуна бояд тарбия кард ин овозро ин овоза худо додай ба ман бе ягон тамрин бе ягон гуфти гапо бе ягон парҳезу ягон чиз ҳар вақт мехоҳам об менӯшам ва ҳар вақт мехоҳам суруд мехонам шукр мисол ягон чизе ҳаст ки не ба овозам таъсир мерасонад не мисол оби газдору ҳам нӯшта мегиред менӯшам бале бемалол хоб аҷиб беъд як таронаи дигар имрӯз чун рӯзи модар аст як таронаи зеборо барои модарон замзама менамудед очаи меҳрубонаки қадрдону оча баракати ба дастурхону то оча набудум намефаҳмидум оча аламҳои тира медону очаи ҷон оча будан қинат доғои дилум гули сари остинай дар оташи ғам месӯхтай месохтай чива шумо мара фақат мегирёнед садқаи ашкҳоят зулайхо садқаи ашкҳоят аз аввал гирёнчак будед зулайхоҷон бисёр модаратон чӣ қадар зиёд ранҷҳо кашиданд дар зиндагӣ хай фикр мекунам ҳама модарша дӯст медорад агар бо бидонӣ ки модарат ранҷ кашида ранҷоша бо дида бошӣ месӯзӣ чиҳо бештар шуморо азият метиҳад ки мисол ин қадар зуд гирияатон меояд ин қадар сахт буд магар махтмам хе гирёнчакам намехоҳам сухана дроз бикашам ман намехоҳам шумо гирия кунед шумо имрӯз бо хурсандӣ ин ҳарфҳоро ба забон биёред чунки модаратон шукри худо сиҳат саломат фарзандакони ширин доред ҳамашон сиҳат саломат дар гирди шумо хуб мегузарем ба саволҳое ки шунавандагони азизи меҳрубонамон инҷо ирсол карданд шунавандаи мо аз шаҳри санкт петербурги федератсияи русия иномхон менависанд зулайхоро пеш аз ҳама бо иди модар бо иди 8 март табрику муборакбодиҳо намуда барояшон тамоми хушиҳои зиндагиро таманно дорам гуфтанд ҳамеша ҷавону зебо бимонед зулайхои азиз иномхон аз санкт петербурги федератсияи русия моро гӯш карда истоданд саломат бошед иномхон ва кули муҳоҷироне ки моро гӯш карда истодед гуфтанӣ ҳастем ки муҳоҷир ҳар куҷо бошад ватанро дӯст медорад чу булбул дар қафас афтад чаманро дӯст медорад ва фикрам дар федератсияи русия дар чанд маҳфилҳо будед бале бале рафтагиам ба тӯи марако консертам додем дар оҷо боз дигаргуна мешавад махсусан ташнаи шеъру сурудҳои тоҷикона ҳастанд дар он тарафо аслан консертҳо бисёр дар сатҳи олӣ мегузаранд чунки ҳама ташнаи суруду мусиқиян
وقتی که میخونی همین مهاجرا بچه ها دخترها میخیزن رقص میکنن بسیار خوب میگذره اونجا ده. دخترکی شوخ هستید بسیار شوخی میکنید خاصتا با فرزندانتان عموما با اطرافیانتان هم خب از اول همین خیلی بودید یا که مخصوصا حیات بعضا بپروا کرد و اینقدر شوخ طبیعت شدید؟ نه از اول. خب مرحمت یک لطیفه میشنویم پس از شما. من لطیفه گو نیستم. از همه حالت نگاه کردم مثل سخنهای شوخ میگوید؟ نه خیلی شوخ نیستم. همین فرزندام که میگم زیق نشوند شوخی میکنم حقیقتشون. وقتی خودم خورد بدم مثال سراینده ها را صدا مرنگم نمیکردم تقلید کاری میکردم همین گونه بودی که دختری شوخی بدم نیستم که لطیفه بدونم. نه شوخکی های شما عجایب مثال میگوید که با یوزرستف تو از حد زیاد گذرانی ما که تو میفروشم میگوید مثال بسیار یک شوخی عجایب بگه بابا میگه که مرا انا اینقدر بسیار پول میتین فهم میگه تو با این از خودت بر میگردن. همین ایده خیلی اومده یک بار شد. آخر همین 2 روز پیش خواست که چیزی باید بخرم اوچا جان امیرا میخرین مایلش گفتم خریدم با پگشت آمدم اوچا جان ویا میخرین مایلش گفتم خریدم بعد آمدم همین وقتی خوراک خوریده که اوچا ما دا یک تا دیسکی پلی استیشن بخریم بعد ما گفتم تلفن برآوردم گفتم بچه‌ام خطر از خودت بسیاری بچه دسته ما ترا میفروشم گفتم با میگم میدونی مرا چند سو میخرن گفتم چند سو مرا 10,000 سومون میخرن میگه راست خودی همی بچه به حد کلان شده است هر روز میگه که مرا نگاه کنه بچه نگاه کیستی مرا خشلو مقصد که میگه که ماده چی بخیر گفتی اون روز ویارچکی خریدمت خوش پلی استیشن چی نکختم خیلی پلی استیشن هم خریدم ها вкусняшки клубника в шоколаде گفتی خریدم خلاصی گپ که با امروز گفته استن که چی بخرم باید متدا یا так دیگه دیسک تمام برای پلی استیشن دیسک مقصد راست خودی خود به حد کلان شده است یوزرس جان به خفگی ما ترا میفروشم میدونم چند دلار چند سوم 10,000 تومان 10,000 سومانی خیلی 10,000 سومان کسی میخره نه که با فکرم ترا وزارت میکنن که راست خودو بیشتر پول میتونم چی اگر مرا بفروشی بیشتر پول میتن چی بکن برای تخشوی برای همین دیگه همین تمام اینستاگرام نوشته که حاضر دستافکش کنین ما 4,000 سومون میتیم دستافکا خیلی با مخلصای خچه دوره و بسیار دوستش میدارن میگه ایرم بیا ما میخریم ای قسم او قسم خیلی هیچ وقت نمیفروشه شوخی میکنم این شوخی یک عجایب بود یک دانایی بسیار من در همینجا بسیار فهمیدم بسیار باز خوبتر درک کردم که زلیخا چقدر شما شوخ طبیعت هستید شوخی رو خنده رو شما آرزو میکنید که در خانه مقدس باشید و اونجا رو رفته بودید یا که ما نمیدونیم یا نرفتید فکر میکنم که آرزوی هر یک بنده مسلمان است با اونجا رفتن زیارت کردن ولی افسوس که نبودم تا امروز. این سوال از جانب مخلصان شنونده‌های عزیز شما بود. گفتن شاید زلیخا پنهان می‌دارد مخصوصا حاضر شنوندگان شما در یک سخن شما چسبیدن شما گفتید که من به نزدیکی ایمیجم رو دیگر میکنم شما ما رو ممکن شاید نشناسید ندونید گفتید این برای چی بود یعنی که از سر و لباستون عوض میشود یا افتتون عوض میشود شما پلاستیکی میگذارونه وقتی که من افیر کردم در اونجا نوشتن که با شما بسیارتر لباسای ملی میزیبد لباسای اروپایی نپوشید و بعد در همون سخنی من پاسخ دادم که من با نزدیکی ایمیج خودم استایل خودم عوض میکنم کلان یعنی که مقصد لباس های ملی پوشیدن بود یا عموما در لباس در نظر داشته یعنی که لباس رو در نظر داشته چون که اینجا سوال ایستاد کردن بسیاری فکر کردن که گویا که شما یگان پلاستیکی جراحی میگذارونید و افتتون رو تغییر میدهید نه من لباس در نظر داشتم که من کلان استایل لباس پوشیم عوض میکنم بهترین بعد گفتم که فکر میکنم خوشتون میآید واو زلیخا رو با لباس چی توجیه کنه بله لباس های ملی به شما به نهایت میزیبد در چند محفل ها دیده بودیم چقدر خوش رو قشنگ زیبا و شیک خب نسبتی هم نفرانی که
جسمی خود رو تغییر میدهند تغییرات در وجود خود وارد میسازند من چگونه نظر دارید همه خیلی در حیات شما بود که مثال لب خوش دیگر تغییرات بود در خود شما خیلی فکر میکنم حاضر هم ما از این چیزا استفاده میکنن چون که خیلی زمانه همه چیزا طلب میکنن اما میکنه این کار در شما نیز بود در من بود بله کم استفاده برده بله و من چگونه نظر دارد همه استفاده برند یا نبرند اگه چخیل میارش چخیل گفته میتوانید که ضرر نرساند به جسم انسان با فکر من باشد اگر باید یگان جوتا نرسی همین چیزی طبیعی خوشروه خودش چیزی که هست خداوند داده باید شکرگزار باشی خیلی ما که در صحنه مجبوریم بعضا چیزا رو عوض کنیم صحنه طلب میکند بله. از پشت صحنه از برای صنعت از برای سرود از برای دل مخلص رو به دست آوردن زلیخا چه ها رو از دست دادگی است خوشبختی را این همون از پشت صنعتتون بود همون خیلی شاید اگر من جدا شوی یعنی که شاید اگر من در وقتش سرود نمیخوندم به ناموسی من نمیرسیدن بعضی گپا و سخناقتی شاید خوشبخت میشیدم وقتی که صنعتکاری بسیار قینه یگان سخنای بد در بارت میگن تو میخواهی که همون گفتی روسا که دکزت کنی که تزوری ما هنر ما انتخاب کردم که با بعضی ها بفهمانم که کیم از خاطری خیلی تا کجا میرسم باید من نشان بدم اگر ما خوشبختی ما انتخاب میکردم شاید که امروز نمیبودم در صحنه خیلی نمیگم که ما در ضرر آورده شکر خدا ما هنر ما دوست داشتم با همین چند سال اخیر شاید وقتای پیش برای پول توی معرکه و کنسرت ها میرفتم حاضر پولی که ما در هنرم صرف میکنم شاید هم قدر ما برای خودم کار نکنم اما چیزی که میآید ما سرودش میکنم کلیپش میکنم لباسش میکنم در طیاره بسیار حالت ناگوار با جانبک مرادف شد در شما و چه حادثه بود ما از شما هم دیگر بار نپرسیدیم این مصاحبه نشد با جانبک هم با شما هم این خیلی یک بار چی شد در آنجا در طیاره باید با همراه جانبک میرفتیم به خوجند طیاره پرواز کرد و یک 30 دقیقه گذشت ما فکر کردیم که حاضر میرسیم خیلی بعدم خیلی لرزیدن در آمد خود از خود برو خیلی می افتاد و می قپد بعدم خیلی ترسیدیم روسیگه با همین وقتی که همون هوا نفس میکشی چی نام دارد نقابو غلطیدن که بله مانید گفتن یک باره من گفتم که حاضر تمام زندگی به آخر رسید میمره از پیش نظرتون چی گذاشت اون وقتا خیلی دیگه در اوجا نه تلفن کار میکنه که یگان کسا بگو خیلی همون بچه اکوی مرا نگاه فقط کودکاتون فکر کردید بله هم قد ترسیدم که دیگر از همون وقت یک ترس در دلم است هر وقتی در سمالیات میشینم پیش که مادرم ده هم مدد پیامک روی میکنم که خیلی شدگر هم خیلی مرا میگن نه خیلی همش خوب است فکر میکنم که هر باری در سمالیات میشینم آخران وایم هست یعنی که جوی روستیش پنهانیش هم نیست مثل بعضی ها مثل میگه که نخود همی هم سوال شده همین سوال دیگه یعنی که شما از مرگ نمیترسید مرگ هر لحظه فکر میکنید هر لحظه فکر میکنم بله ممکن هر دقیقه هر لحظه آمدنش ممکن یعنی که برای همه چیز آماده هستید خیلی من راستی که هر وقت از خانه میبرم فرزندم آغوش سخت میگیرم میگم شاید آخران دیدارم باشه هر وقت تیارم آخی سفر میکنی تو تیز هایم نمیکنی یک از دیگه تیز هایم میکنم یا در تو میزنم من هر روز در ماشینم در راهم
از کجا میدونی چی گپ میشه؟ ولی باید آدم هر وقت مردنش فکر کنه. دل کرد دارد قند زند. آفرین. مخند یک سرود دارد. بید برای مخند جان یوسف هم نامش رو همراه کنید. یک زمزمه زیبا بشنویم. دعایت به زبانم عزیز و دل و جانم، تو سازنده وطن عزیز و مهربانم، راحت سفید و بی خطر الهی بچه جانم. بیا الله با بسم الله، بیا الله با بسم الله، بیا میریم مهندی ما قدم قدم تتای پاپا، قدم قدم تتای پاپا، بیا میریم بچه جان ما قدم قدم تتای پاپا، قدم قدم تتای پاپا. های خب زلیخا جان عزیز دل دیده، شما در استوری خود گفتید که مخصوصا من ناخن‌هایم رو دیگر بارا گرفتم. برای چی گرفتید؟ همه سراینده ها کشف میکنه که برعکس ناخن‌هاشون در روز هر رنگه موه هر رنگه باشد. خب خیلی گفتم در پیش ماه شریفی رمضان است، باید بگیرم. به هر حال امروز کنسر داشتم، باید خشرومه بده. خیلی مخلصای ما فکر میکنم ناخن‌های ما را نه، صدای ما را گوش میکنن. بله با این لباس و با این زیبایی اگر شما رو ببینن در حقیقت واه زلیخا این استایل رو مخصوص همین روز پوشیدید؟ پیش از این نپوشیده بودید؟ انتخاب نکرده بودید؟ اولین بار است. اینجا دخترکان گفتن که خانم زلیخا مخصوصا از بوتیکشون بیشتر متاها رو پیشنهاد میکنن. خودشون متاها رو از کجا انتخاب میکنن؟ لباس ها رو یعنی که از کجا انتخاب میکنن؟ گفتن برند شما یعنی کدوم است؟ از کدوم مغازه ها انتخاب میکنید؟ یا از بازار کاروان هم رفته گرفته میتونید شما متا؟ برای خودم اگه متای پسندی دلتون باشد مثال؟ متاهای زیاد از همین بوتیک خودم استفاده میکنم. بعد دیزاین روان میکنیم تاشکند میدوزانم برای ما. اساسا متاها رو از خودتون انتخاب کنید، یعنی که دیگر یک مغازه مخصوصی نیست که به شما لباس رسونه؟ یا لباس ها عموما چی؟ من مثال مانند همین لباس ها رو این لباس با کی همکاری میکنید؟ اینه که لیدی اندری میگویند، یک دیزاینر است، استیلیست است، دخترکی روز در تاشکند. اون کس میدوزانن اینا را با دست آماده کردن همشه. آفرین، تصنع خیلی زیبایت. با آزاده نورسعید و دویت خوندید. بله. پیشنهاد از جانب کی بود و چگونه پدید آمد این ترانه؟ راستی گپ من از خوردی دوست می داشتم آزاده نورسعید و وقتی که هنرمند شدم سراینده شدم گفتم اگر یگان روز بینم میگویم که با من آهنگ دوگانه بخونین و باوری دارم که رد نمیکنن. بعد وقتی که گفتم سرودام گوش کرد، زنده خواندم، گفت که راستی گپ چند تا سراینده های تاجیک پیشنهاد کردن، قدر استعدادی خوب نداشتن، رد کردن. ولی ترا چی خیلی میتونم رد کنم با این صدای شیرینت. بعد راستی گپ برای آهنگم مبلغ ندادم، خودشون کردن، گفتن من خودم میکنم، خودشون کم کم آهنگ سازن. بعد فکر میکنم انتخابی بد نبود، به همه پسند آمد. آوازتون موافق چسبیده؟ بله. بعدن کلیپ اولی جانب نیست شد. مخصوصا همان لباس هایی که شما در همین کلیپ پوشیدید همان لیدی اندری بله برای شما پیشنهاد کردن. خب عجیب. موهایتون رو در بعضی برآمدها در بعضی کنسرت ها رنگ میکردید و موی ساخته بود یا رنگ کردگی بودن؟ گفته پرسیدند شما ما. نه وای ساخته یعنی که بودن؟ یعنی که این مویتون رو شما تغییر ندادید؟ اصلا سیاه هست. بعد رنگوی وای ساخته میمونیم برای برآمدها. خب بهترین. خب مهرنامه های مخلصان رو این ابد باشه همه شما میرسانم. السلام علیکم زلیخا جان، مبارک باشد عید مادر. برای تمام خوشبختی های زندگی رو تمنا دارم. اینجا درباره باز هم مناسبت شما با منیژه دولت و پرسیدن ما در اول علاقه گفتیم شنوندگان عزیز بابت این عرض سپاس میکنیم. اسلام جان میگم بانو زلیخا رو خوش آمدید، میگم خیلی و خیلی دوستش میدارم. سرودی فرخار رو خونن گفتن
فرخور عجایب برآمدن کلیپش هم عجایب خوش و زور برآمد فرخور باشد. همینجا ما یک تا اکرام جان آخانوف داریم بسیار مخلصی همین سرود هستند خیلی میخونیم. اگر یارم در فرخور باشه میرم با پایم سیمی خوردار باشه میرم نمیترسم زی ابرو باد و باران اگر شبهای توفان باشه میرم نمیترسم زی ابرو باد و باران اگر شبهای توفان باشه میرم هی میرم که یادش کردم قول و قرارش کردم میرم که یادش کردم قول و قرارش کردم راهی سفر درازه چشم انتظارش کردم راهی سفر درازه دل بی قرارش کردم دیرم که یادش کردم هی آدمی هیگویتون عجایب است لیکن در سرتون زیاد استفاده میبرید این کبکبی ها برای شما کبکبی های مخلصان شما است زندگیتون همیشه آباد باشد خب اینجا منیژه بانو نوشتن السلام علیکم زلیخا جان خیلی دوستت میدارم میمورم برات عشقم حیاتم نفسم همیشه با سرودهای تو زیباترین است تو همیشه ملکه قلب من هستی به نهایت میخواهم همیشگی دویم جوان زیبا میمونی اید مبارک باشد گویان برایتون تبریک نامه مخصوص ارسال کردن عرض سپاس میکنیم زنده باشید بسیار سخنهای شیرین هزار رحمت بله برای این قدر همه مخلصای необычні تحفه میکردگی ها به شما هستن همه خیلی با کدام تحفه مخلصی اومد کدام تحفه نفر شما رو به حیرت آورده بود چه خیلی تحفه بود همان مثل یک مثل یگان روچکچه عجایب کردن نمیدونم چی شما رو به حیرت آورده بود راستی گپ خچون برای ما تحفه نه اول بعدن در یاد دارم یک همسایم در همسایگیم یک زنک زندگی میکند یک روز همین خیلی آورد با ما یک چی میگن دفتری خیلی مثل کتاب است هدیه کرد با روچکش در اونجا نویستگی یکی زلیخا در پشتی همون دفتر اکنون ببینید که را باید بشینی فکر کنی برای همونجا را بیاوی که بگوی که ما ده هم خیلی چیز آماده کنی همش وقت های بله وقتی قیمت شونه صرف کردن در همه چیز و بعد ما او را گرفتم وقتی که بوتیک کشادیم در همون کابینت خودم ماندم در بالای استال دفتر کاری من شد از دست مخلص من او را استفاده میکنم و هر وقتی که میروم یگون چیز با غضب باید نویسم میبینم همون همسایم در یاد میاد بهترین تحفه بود که من از طرف مخلصان گرفتم عجیب انا دزوری زیدلی دیده خب پول تا چه اندازه میتواند انسان رو تغییر دهد و تا چه اندازه به حیات زلیخا تاثیر رسون همین سرمانده پول پول میتواند زندگی تا عوض کنه اگر خیلی باب نمیدونم بعضی را خصلتاشون عوض کنه اگر من نشیدم عوض همون زلیخای پیشترایم بله به خاطر پول به خاطر شهرت به خاطر یک چیزی طمع داشتنشان مخصوص با شما صحبت میکنند و مناسبت میکردگی ها هستن؟ بله هستن و من اونو را حس میکنم دوری میجویم خانسانه آفرین احسن و اینجا دیگر شنونده عزیز و مهربانمون روشن نوشتن زلیخا از دوشنبه تا فرخار چند کیلومتر باشد میدونی؟ با شوخی پرسیدم اگر خطا نکنم 250 آنجا زادگاهی شماست پیوسته رفته میستید؟ بله همون کوچه های بچگیتون گذشتگیش رو دیده دلتون گم میزند؟ بله از همه چیزی بالعزت‌ترین شیرین‌ترین در وقت همون بچگیتون چی بود؟ کیا یادش میکنید؟ در وقت بچگیم از همه چیز قیمت همین بود که هم بچگی خودش بود به فکر بازی میکردیم یگان مشکلی نداشتیم از کجا میخریم از کجا میپوشیم برعکس لباسمون جزیر میکردیم که نوشه بخرن مون همین بچگی خودش یک بای خوبه چی میگن
ایام خوب است و همون بازی های کودکانه دلتون گم میزند باز هم اسکاک بازی کنه توپ بازی کنه لانکا بازی ها نمیکنن برای همین گفتم بالای هم بازی میکردیم با سنگ هم بازی میکردیم همه چیز برای ما جالب بود خیر فرزندان شما مثال چی بازی میکنن مثلا مخند یا زرسی بیشتر چی بازی میکنن کوشش میکنید که از تلفن آنها رو دور کنید خودتون کوشش میکنیم از تلفن دور میکنیم با همون تلویزیون دا میشینن وای میکنن بازی میکنن بازیشون دوام میدن چند وقت در استوری شما دیدم که حالا هم فیلمی تصویری یعنی مولتیک تماشا میکنید حالا هم دوست میتونه این به خاطر فرزندتون است به خاطر فرزندم یگان وقت میمونن خیر دیگه میشینیم تماشا میکنیم چیکار کنیم زنده باشید. شنونده دیگرمون بیبی خانم نوشتن السلام علیکم زلیخا جان مبارک باشد یک روز زیبایی که برای ما هدیه کردی صدای تو رو شنیده بسیار خرسند شده ایستادیم بسیار میبینم فیلم های هندی سرودهای هندی رو دوست میداری دائما تو رو پیوسته از استوریا هایت میبینم یگان ترانه هندی بخوان گفتند کدام سرودهای واقعا دوست میدارید بله دوست میدارم ترانه های هندی نه که آماده ندارم که بخونم شاید نادرست میخونم برای همین خوب شنیدنش رو دوست میدارید نه خواندنش رو نه یگان ترانه هندی نخوندید اگر تنها باشم شاید یگان سخنوش نادرست نخونم حاضر نمیتونم خونده در برنامه آینده بعد یگان تا آماده میکنیم البته یا که در اینستاگرامتون البته برای مخلصان تقدیم سازید شاید میشه یک درودی من با بختیار جان سلامت باشه تشکر زیاد اینجا دیگر شنونده عزیز مهربان ما نوشتن عمر خان از شهر اسفره می نویسند به زلیخا بیشتر لباس های ملی می زیبد همان لباسی که در کلیپ پوشایمان میشه پوشیده بودند زلیخا را خاصتا زیب داده است زلیخا را بسیار احترام میکنم عاشق سرودهایش هستم عید مبارک باشد زلیخای عزیز عمر خان از شهر اسفره مخلص شما مبارک باشد دیگر شنونده از مهربانمون زلخمار پیوسته با ما هستند زلیخای عزیز فخر تاجیکستان من از شهر بخارای بزرگ و شریف برایت سلام میفرستم سلام پرمهر دخترک نازنینم البته بیا نانهای بخارایی طعامهای بخارایی برایت پخته میدهم بسیار میخوام تو مهمان خاندان ما شوی صنعتت را بسیار احترام میکنم هیچگاه صنعت را ترک نساز التماس عیدت مبارک باشد تو زلیخای من زلخمار گفتم سلامت باشه تشکر زیاد زلخمار جان اپای عزیز یا که خواهر عزیز برای سخنهای نکتون با مرا خیلی ارکه میکنین ما کار نمیکنم میرم در خانه شما زندگی میکنم نانای بخاراگی خورده سلامت باشین یگان وقت اگر رفتیم بخارا حتما مهمان میشویم چی بنه بهترین سلامت باشید فردوس شنونده از ما گفتند که زلیخا بیشتر در سفر هم هست در چند دولت بود گفتند در چند دولت انیق نمیدونم نه که قریب که هم موجود بودم بهترین مخصوصا کلیپ های اولینش رو در دبی هم ثبت کرده بود امروز دبی از ماده ماند در بین صنعتکاران زلیخا چی میگوید گفتن خیلی من علاقه کلیپ های زیاد دارم در اونجا در دبی واسه برای شما شب خبر نیستن در دبی مثلا یگان چیز ثبت کردن نه یگان وقت از حسابی باد و هوا مثلا وقتای هوا سرد می بود همون رژیسور و یا می گفتن که در این مثلا در این سناریو هوای گرم در کار است بعد مجبور میشدیم میرفتیم خیلی برای زیبایی بگین اگر بسیار کشورهای دیگر هم رفتگیم یردن رفتگیم بسیار شهر تاریخی هم خیلی بهترین خب فرانگیز شنونده از مهربان ما گفتن زلیخا جان عزیزم مبارک باشد یک روز خوش و زیبا با بخت فرزندان دائما در امان باش من میخواهم که یک کلیپ خود رو در بوتیک خود ثبت نمایی چرا تو ثبت نمیکنی تو امروز هم تو سرود خانی هم بسیار شنوندگان و بینندگان و مخلصانت میبینن من بسیار میخوام در بوتیک خود ثبت نمایی کلیپت رو گفتن یگان بار فکر نکردیم ایده نقص دادن بخدا زوره مثلا حاضر شرط نیست بفکرم در خارجی رفتم ثبت کردن مثلا حاضر مخصوصا برای زلیخا همین برای تو در کوچه همین پیش خانه‌تون بخوندم شما علاقه شما رو میبینن بله میدونم که گوش میکنن بعضی سرودام کلیپ نکردم میمونیم در یوتیوب شنونده بسیار میگیرد چند میلیون
ولی میخواهم که همیشه مخلصام همه خیل یگان نویگری ها قطعی بازم چی میگن جلب کنم برای همین میروم این دولت اون دولت که یگان چیزی جالب شود. بهترین. شنونده دیگرمان تخمینا نوشتن ассалому алейкум зулайха ҷон бисёр дӯстат медорам барои ҳамаи сарояндаҳо ин саволро дода мумкин шояд ба баъзеашон писанд наояд лекин дар сатҳи ҷаҳонӣ ба ҳамаи сарояндаҳои машҳур ин саволро медиҳанд аз ҳама либоси қиматтаринат чанд пул буд аз ҳама либоси қиматтаринам чанд пул қиматтарине ки мисол барои шумо омода карданду шумо ба саҳна баромадаед яъне ки чанд пул буд як дона либос ҳаст либосое ки барои саҳна нестане ки қимат харидагиам агар махсус дар саҳна будагима бугум то $4000 харидагим як платяра барои як баромадам аз ҳама қимат чӣ мана худатон гуфтед аз ҳама қимат то чанд пул харидаги ҳастед як либосро ва як худам нахаридам туҳфа кардагиам чанд пул буд ба фикратон хай аз амин либосе ки ман дар саҳна пӯшидам қиматтар буд 5-10 мумкин қариб хуб анварҷон навиштанд ассалому алейкум бону зулайхоро ман пеш аз ҳама на барои ҳеҷ чиз танҳо барои садояш барои санъаташ дӯст медорам ӯ санъаткори асил аст ва мондагор аст дар баробари оне ки манижа чихел ки боқӣ монд ин ҳам ҷовидонӣ боқӣ мемонад дӯсташ медорам як консерти олиҷаноб беҳтарин баргузор карда буд ҳамаи мухлисон шодӣ хурсандӣ карда будем дар кохи ваҳдат буд чаро дигарбора иқдом намегирад ки консерт диҳад мо мухлисон ташнии консерти ӯ ҳастем гуфтанд саломат бошед манам дар ҳамин фикр ҳастам рости гап хел бепарвогӣ намекунам ки ман ҳама вақт дар фикраш ҳастам ки бояд ягон толори бузургтар биём ки мухлисои ман дар ин кохи сурушу филармония ҷой намешавад хело зиёдам чунки ҳамон солҳои 2015 ман консерти аввалии худро барпо карда будам ҳамон кохи ваҳдат ба ҳамон калониш ҷо нашуда буд мардум ними мардум дар берун мондан барои ҳамин ақаллан ҳамин кохи ваҳдата агар кӯшиш мекунем битонем гирифта ҳамин сол консерт медиҳем шумо санъати воло доред ва бояд ки ҳатто дар кохи борбад ҳам ба шумо бояд иҷозат диҳанд ки консерт диҳед шумо ин дар кохи борбад ҳам мухлисонатон ҳоло ҷо намеёбанд саломат бошед зулайха ҷон санъати асил доред бисёр инҷо смс паёмҳо зиёд ворид шудааст дилноза ассалому алейкум нахонам хафа мешаванд ассалому алейкум зулайха ҷон ман ҳамноми хоҳаратон вақте ки суруд шумо дар бораи дилноза хондед ман ҳам дар тӯи арӯсиям ҳамин сурудро истифода бурдам ва бисёр духтаракон орзу мекунанд ки дар тӯяшон шумо ҳамин саршӯёнро хонед ҳамихел закасҳо буд гуфтанд махсан ҳамихел фармоишҳо буд бале ҳар тӯе ки мерем меган ки номи арӯса бигирен ҳамихел ин як намуди чӣ меган модда шуд вақте ки дар тӯи хоҳарам хондум баъд аз аму фақат хоҳиш мекунанд ки номи арӯса бигирен бисёр штахай мувофиқат мекуна бо яктаи дига хондагим дар бораи як арӯси дига шукрона мувофиқат ки куна ҳамон мехонам накуна хай намехонам арӯса гуфта фаҳмам саломат бошед ташаккури зиёд ва инҷо дигар шунавандаи азизу меҳрубонамон илҳомҷон навиштанд ассалому алейкум бону зулайхо муборак бошад ин рӯзи хушу зебо ба вақти фарзандонатон дар амон бошед як таронаи тӯёна мехондед рақс мекардем охир таксист ҳастам гӯш карда истодем бо таксистон 5-6 нафар навиштанд хуб марҳамат як шухашро гирем ай замин бигӣ шавад хуб тӯёна гуфтана ситораи рӯз баромад бача савора омад савори аспи саманде дарвозара даромад қамчи накш ба дасташ болои аспи масташ айтори аз фуромад гуфтум ки ёрум омад баста кунам раҳора дарвоза ву девора як пиёла чойиш кунам бачаи асп сувора баста кунам раҳора дарвоза ву девора як пиёла чойиш кунам бачаи асп сувора гул бизанен раҳора бачаи асп сувора дан дан дан
من رو که رقص کردی اینجا دوستان عزیز دل دیده شنوندگان گرامی قدر ما در اخیر با زلیخای عزیز دل دیده امان برار موفقیت تمنا میکنیم و دستگلی پر از مهر و محبتمان رو این لحظه به زلیخا جان عزیز دل دیده تقدیم می نماییم. مرحمت زلیخا جان، مبارک باشد، همیشه زیبی محفل ها باشی، خرسند خوشنود باشی، زنده باشی. باز از خداوند یگان آرزو، یگان مقصد دیگر، یگان نیت دیگر طلب کرده استودید، مخصوصا خدا جان همین عملی شود، همین شود گفته استودید. راستی هم قدر صحبتامون گرم رفته است که نمیخوام که از اینجا برم. اسمس ها باور کنید زلیخا جان همه خیلی بسیار اسمس ها از من علی خفه باید روم با محفل عروسی روم، باز کنسرت دارم، این کارا رو هم باید اثبات کنم و من از خداوند آرزو میکنم که هیچ وقت مرا از دل مخلصام دور نکنه، همه وقت با من باشن و اگر که اونا با من باشن من دختری خوشبخت. بهترین. سلامت باشین. تشکر برای دعوتتون، برای احترامتون، برای قدر تحفه هایی که به من دادین. با یوزرسیف جان میرسونید. البته کم باشد هم باوری دارم که در همه حالت، در همه لحظه انا همین دو فرزنده که از مهربانی شما آینده الهی با صفهایش زیاد شود. دخترچه ها باز نصیب. دخترچه رو بسیار دوست می‌دارید؟ بله دوست می‌دارم. کاش فقط می‌بینیم مقصد کاش فقط دخترچه داشته باشم. فقط دخترکو در تویا میآیند، در پیشم رقص میکنن، هر یک تا همراه نگاه میکنم، فکر میکنم دختری خدمه اون تا شیرینه کنه خی دخترها هم که دو تا بچه دارم شکر نکی بچه ها شما فقط در بازی انوخی دخترها با مهرترم. برای همی باید هر یک زن برای خودش دخترچه داشته باشه. دگونه بعضا شوخی میکنید تیار شویتان کلینوی انا این خیلی نامش فلان باشد، اگر تیار شوید دکتر شوخی کرده میمونید. الهی تمنا میکنم که گلپسرانی شما چه خیلی که مقصد کرده استودید، یکی بگذار طبیب، شاید یکی دیگری باز هم یوریست و حقوقشناس و دیگری ممکن میلیسا و بگذار یک نفری باشن که چه خیلی که گفتید برای همین وطن، همین ملت خدمت کنن، نامبردار شما باشن و همیشگی تمنا میکنم که شما پرتبسم و بخت آنها در امان باشد. شما رو دوست می‌داریم، محبتمان جاودانی است. تشکر زیاد. زلیخا همیشه عاشق است. با زلیخای عاشق بوده و ازوری دیده عاشقانه ترانه‌های زیبای زلیخا از آسیا پلوس صدا میدین با ما باشد و این روز رو بار دیگر به همه شما مبارکباد میگم. با زلیخای عزیز برار موفقیت برای نوازش‌های زیبا، برای نوازنده عزیز دیده ما بختیار جان نیز عرضی سپاس میکنیم. زلیخا جان خوش آمدید بار دیگر. سلامت باشد.